خب رفقا چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا یه نکته آموزشی بهتون بگم توی این روندی که الان ما توی طلا داریم، ببینیم که الان چه ساختاری داره و چه اتفاقی میتونه توی این روند صعودی طلا بیفته و چجوری میتونیم ما تشخیص روند و تغییر روند رو تشخیص بدیم. خب یه نکته خیلی مهم اینجا رو نگاه کنید. توی این محدوده هر جایی که ما نگاه میکنیم این روند صعودی، سقف بالاتر از قبلی، سقف بالاتر، کف‌های بالاتر که بهتون توی بحث روانشناسی گفتم، هر موقع اینها رو دیدیم ما میتونیم که ادامه روند رو تشخیص بدیم و بدونیم که تغییر روند هنوز صورت نگرفته و یک کف پایینتری نداریم ما توی چارت که بخوایم تغییر روند به سمت نزولی داشته باشیم. پس بنابراین تا وقتی که ما سقف‌های بالاتری داریم و کف‌های بالاتری داریم هنوز میتونیم به روند صعودی امیدوار باشیم. حالا این نکته پیش میاد، اینجا نگاه کنید توی این محدوده‌ای که قیمت نتونسته سقف بالاتری بزنه و کف‌های یکسانی هم داره میزنه، دقیقاً روی همین ترند صعودیش داره اینجا روی این قیمت روی اینجا داره بازی میکنه و یک کف استاتیکی هم داره که هنوز اینو حفظ کرده کاملا و میتونه صعودی بشه و سقف‌های بالاتری بزنه. ولی یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که بچه‌ها نگاه کنید، الان در حال حاضر سقف‌ها به صورت یکسان دارن اینجا بازی میکنن و کف‌ها هم دقیقاً همین اتفاق داره میفته. یعنی یک بار قیمت رسیده به این ناحیه، نتونسته خودش رو نگه داره که بخواد لو بزنه، بخواد این کف رو از دست بده و بیاد کامل روند نزولی بشه و با قدرت رفته رو به بالا و دفعه بعد که رسیده به سقف نکنید دوباره با قدرت برگشته اینجا و حالا یه حمایت اینجا داره میشه. پس بنابراین اگر ما بتونیم که این سناریو رو داشته باشیم، میتونه الان در حال حاضر اتفاقی که میفته اینه که اینجا یه حمایتی بشه، زیاد قیمت نره بالا، در حد نهایت 70-80% این موج آخری که رفته بالا بیاد یه اصلاحی انجام بده و بعد از اون برسه به این کف، یک پولبک اینجا بزنه و برسه به این کف، یک برگشت و یک ریزش سنگین. این ساختار رو ما میتونیم داشته باشیم. این ساختاری هست که بچه‌ها به وجود میاد. بازم بهتون میگم بازار همیشه قرار نیست به این قشنگی و به این خوشگلی باشه. میتونه مثلا این حالت رو هم انجام بده، اینجا بیاد یه هایی بزنه، خب بیاد پایین برسه به این کف، یه برگشتی بزنه یا نزنه و از اینجا ریزشش رو انجام بده. میتونه 1000 تا ساختار به وجود بیاد. ولی خب ساختاری که ما میتونیم به صورت تکنیکال، اگر خبری توی بازار نباشه، اگر اتفاقی توی بازار نباشه، میتونیم به صورت حالا تکنیکال تر داشته باشیم، این سناریو هستش. بذارید من اینو پاک بکنم. آره این سناریو هستش. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی خبری توی بازار نباشه، اتفاقی توی بازار نیفته، ما میتونیم این روند رو به اصطلاح داشته باشیم که بیاد قیمت اینجا به این کف برسه، یک کوچولو حمایت بشه، پولبکشو بزنه، بیاد به کف بعدی اینجا یک واکنشی نشون بده، بره برگشتشو بزنه به کفی که واسه سخت بوده بخواد بشکنه، بیاد اینجا یه پولبکی بزنه و بعد از اون یه ریزش سنگینو داشته باشه. پس بنابراین در حال حاضر سناریویی که ما میتونیم واسه طلا داشته باشیم میتونه این به اصطلاح ساختار باشه، مگه اینکه قیمت از همینجا کامل حمایت بشه و یک سقف بالاتری رو بزنه و ادامه روند صعودی از این ناحیه انجام بشه و قیمت بره بالاتر.